سلام جناب مسچی، کیان هستم از ریچموند هیل تویوتا. خدمتتون بودیم برای تست درایو RAV4. این مدل هایرندر هستش. شما چون اکسپلورر رو تست درایو کرده بودین و اسپیس براتون خیلی مهم بود، مخصوصا اسپیس صندلی عقب. این مدلی هستش که کامپیت میکنه در مقابل اکسپلورر. اگه این سایز مد نظرتون هست که بتونین دوتا چایلد سیت رو عقب بذارین و یه ادالت هم بتونه بشینه بینشون، این مدلی هستش که میتونین در نظر بگیرین. همینطور که میبینید دوتا سیت بزرگ داره و یه ادالت هم میتونه بینشون بشینه. این مدل خیلی جادار هستش نسبت به RAV4 و همسایز اکسپلورر هستش. این مدل 2013 هستش، کمتر از 11,000 تا کار کرده. ماشین بیزنس منیجر ما هست. مدل اسپورت هستش با رینگ‌های آلومینیومی، صندلی‌های چرمی، سیت وارمر و سانروف و علاوه بر یه سری اکسسوری‌ها مثل هود پروتکتور که مراقبت میکنه از رنگ کاپوت در مقابل سنگ خوردگی. توی ماشین بسیار تمیز هستش، هنوز بوی نوئی میده. همینطور که میبینید کنترل‌های سیت وارمر، صندلی‌های چرمی که همینطور صندلی راننده به صورت برقی کنترل میشه. کنترل تمپرچر مسافرهای پشت. همینطور این ماشین با 4 تا لاستیک اضافه میاد که هم لاستیک‌های زیرش و هم لاستیک‌های اضافه که آل سیزن هستن همه نو هستن. این ماشین بسیار تمیزیه، همونطور که عرض کردم ماشین بیزنس منیجر ما بوده. اگه تشریف بیارید و تست درایوش بکنین، از راید خیلی نرمش و موتور بسیار پرقدرتش لذت میبرید. این ماشین 6 سیلندر هستش و آل ویل درایو و اون مسائلی که عرض کردم فورد داره از نظر ریلایبیلیتی برای اون سیستم مای فوردش و نویگیشن و سیستم صوتیش این مدل نخواهد داشت، چون تویوتا هستش و آردی اثبات شده است. خیلی ممنونم، امیدوارم که بتونم دوباره شما رو ببینم و بریم با هم برای تست درایو این مدل. تشکر، خداحافظ شما.